این فیلم داستان زنی به نام استفنی رو روایت میکنه که رمان نویسه و در آستانه طلاق با همسرش کوین قرار گرفته و درست زمانی که همسرش بچه‌هاش رو برمی‌داره و برای تعطیلات تابستون بیرون شهر میرن، استفنی با یه پسر دبیرستانی توی بار آشنا میشه و بعدش با اون پسر همخواب میشه. اما وقتی که همسرش و بچه‌هاش از تعطیلات برمیگردن، تصمیم میگیرن که درخواست طلاق رو لغو کنن و به زندگی مشترکشون ادامه بدن. بچه دبیرستانی که به شدت این مدت وابسته استفنی شده بوده، وقتی استفنی بهش میگه میخوام با همسرم ادامه بدم، با این مسئله کنار نمیاد تا اینکه پسر میره و با دختر استفنی دوست میشه. دختر استفنی که اسمش آنا بوده، وقتی پسر رو واسه معرفی به خونشون میبره، استفنی از شدت حیرت و تعجب لیوان توی دستش میفته و میشکنه. استفنی اول از دخترش میخواد که این پسر رو ول کنه، اما دخترش بهش میگه اون پسر خوبیه و حرفای تو اصلاً منطقی نیست و گوش به حرفای مادرش نمیده و این بار استفنی از پسر میخواد که از دخترش فاصله بگیره، ولی پسر بازم حرف خودشو میزنه و میگه من دوست دارم و خودتو از من نگیر. و این دفعه که استفنی بی‌اعتنایی میکنه مثل هر بار، پسر وقتی که استفنی خودش تنها خونه بوده یواشکی وارد خونش میشه و توی لیوانش داروی خواب‌آور میریزه و صبح روز بعد که استفنی برهنه از خواب پا میشه و یادش نمیاد دیشب چه اتفاقاتی رخ داده، گوشیو بر میداره و از دوست شلی میخواد که یه جا همدیگه رو ببینن و حالا بریم که با همدیگه ادامه رو ببینیم. So you didn't sound good on the phone. What's going on with you? So you didn't sound good on the phone. What's going on with you? پشت تلفن خوب به نظر نمی رسیدی. مشکلت چیه؟ چه اتفاقی واسط افتاده؟ Well, when Kevin and the kids were away this summer, I kind of had a flame. Well, when Kevin and the kids were away this summer, I kinda had a flame. وقتی که کوین و بچه‌ها تابستون امسال دور از خونه بودن، من یه جورایی یه رابطه زودگذر داشتم. Kind of or not? Vanessa did. Kind of or not. یه جورایی یا نه. Vanessa did. ونسا داشت. ونسا رابطه زودگذر داشت. I don't follow. I was pretending to be Vanessa. It was like wearing a mask. I don't follow. منظورتو متوجه نمیشم. حرفات برام گنگه. سر از حرفات در نمیارم. I was pretending to be Vanessa. It was like wearing a mask. تظاهر میکردم که ونسا هستم. خودم و ونسا جا زده بودم. مثل پوشیدن یک ماسک بود. مثل این بود که ماسک زده بودم. I convinced myself that everything Vanessa did, I wouldn't be responsible for. I convinced myself that everything Vanessa did, I wouldn't be responsible for. خودم رو قانع کرده بودم که هر کاری که ونسا انجام داد، من مسئولش نیستم. So how was it? Tell me everything. Leave nothing out. So how was it? Tell me everything. Leave nothing out. خب چطوری بود؟ همه چی رو به هم بگو. چیزی رو از قلم ننداز. No, it's not okay. When Kevin came back, I broke up with the guy, and now he won't go away. No, it's not okay. When Kevin came back, I broke up with the guy, and now he won't go away. نه، اوضاع مرتب نیست. وقتی که کوین برگشت با اون یارو تموم کردم، ولی الان هیچ جوره راهشو نمیکشه بره یا نمیره پی کارش. I care about my family, and if Kevin finds out that I slept with this guy or Anna... I care about my family, and if Kevin finds out that I slept with this guy or Anna... من به خانوادم اهمیت میدم و اگر کوین بفهمه که من با این یارو خوابیدم یا آنا، اینجا منظورش یا آنا، منظورش اینه که یا آنا بفهمه که من با اون یارو خوابیدم. Okay, first you have nothing to feel guilty about. Okay, first you have nothing to feel guilty about. اوکی، اولندش تو هیچ چیزی نیست که بخوای به خاطرش احساس گناه داشته باشی یا بخوای به خاطرش عذاب وجدان داشته باشی. At the time you were with this guy, Kevin had left and divorce papers were filed, right? Yeah. At the time you were with this guy, Kevin had left and divorce papers were filed, right? Yeah. زمانی که تو با این یارو بودی، کوین رفته بود و برگه های طلاق پر شده بود. درسته؟ آره. And when Kevin came back, you did the right thing. You dumped this guy. So what's the problem? And when Kevin came back, you did the right thing. You dumped this guy. So what's the problem?
و زمانی که کوین برگشت تو کار درست رو انجام دادی و این یارو رو ول کردی. پس الان مشکل چیه؟ He won't leave me alone. Shelley, when Kevin and the kids were out, he broke into the house and drugged me. He won't leave me alone. Shelley, when Kevin and the kids were out, he broke into the house and drugged me. اون هیچ جوره ولم نمیکنه. شلی، وقتی کوین و بچه ها بیرون بودن اون به زور وارد خونه شد و به هم داروی بیهوشی داد. Stephanie, what are you doing? He broke in and drugged you? That's a crime. Stephanie, what are you doing? He broke in and drugged you? That's a crime. Stephanie, داری چی کار میکنی؟ اون به زور وارد خونه شد و بهت داروی بیهوشی داد؟ این یه جرمه. I know. Call the police. I can't. And why not? I know. میدونم. Call the police. با پلیس تماس بگیر. I can't. نمیتونم. And why not? و چرا نه؟ چرا نمیتونی؟ He's in high school. High school? He's in high school. اون بچه دبیرستانیه. High school؟ دبیرستانی؟ Steph, I said young, but is he under 18? No. Steph, I said young, but is he under 18? No. Steph, من بهت گفتم اون جوونه. من گفتم جوون. ولی اون زیر 18 سالشه؟ No. نه. Stephanie, you've got to tell Kevin. It's better he hears it from you first. Stephanie, you've got to tell Kevin. It's better he hears it from you first. Stephanie, باید به کوین بگی. بهتره که اول از زبون خودت بشنوه یا بهتره که اول از خودت بشنوه. و اما حالا بریم که با همدیگه اصطلاحات و عبارات مهم این سکانس رو دیالوگ به دیالوگ با همدیگه بررسی کنیم. عبارت اول، تو فارسی ما میگیم پای تلفن یا میگیم تلفنی یا میگیم پشت تلفن، اما توی انگلیسی بهش میگیم on the phone. Where is your mom? مامانت کجاست؟ She's on the phone with her sister. اون پای تلفن با خواهرشه. اون پای تلفن با خواهرش صحبت میکنه. میتونیم اینجوری هم بگیم She's on the phone talking with her sister. عبارت بعد، What's going on with. این عبارت بنا به موقعیت میتونه 2 تا معنی متفاوت داشته باشه. متفاوت که میگم از این لحاظ، اولش این که ما میتونیم به جای How are you ازش استفاده کنیم. Hey, what's going on with you? Hey, حالت چطوره؟ در چه حالی هستی؟ Hey, what's going on with your family? خونوادت در چه حالین؟ چه خبر از خونوادت؟ What's going on with your siblings? خواهر و برادرت چطورن؟ چی کار میکنن؟ اما یه وقتی هست یه نفر یه رفتار عجیبی داره یا خود معمولیش نیست، یه مشکلی داره، عجیب غریب خلاصه رفتاراش. اینجا میتونیم بگیم Hey, what's going on with you? Hey, مشکلت چیه؟ چت شده؟ You've been so quiet today. What's going on with you? امروز خیلی ساکت بودی، هیچی نگفتی. مشکلت چیه؟ چت شده؟ چه اتفاقی واسط افتاده؟ I'm just tired. فقط یه خورده خستمه. بریم سراغ عبارت بعد. Have a flame. Have a flame. به داشتن رابطه کوتاه مدت که معمولاً 2 آتیشه هم هست، بیشترم با این آدمای سمی اتفاق میفته، میگن have a flame. I used to have a flame in college. قبلنا توی دانشگاه یه چی داشتم؟ یه رابطه داشتم، یه عشق زودگذر داشتم. Have a flame. Do you have a flame these days? این روزا با کسی تو رابطه هستی؟ رابطه ای داری؟ معادل یه جور چی؟ Are you in a relationship these days? این روزا توی رابطه هستی؟ Do you have a flame these days? Yeah, I have a flame from my office. We started dating last month. آره، یه رابطه ای از محل کارم دارم. ما ماه پیش شروع کردیم به قرار گذاشتن و همدیگر رو دیدن. حالا یا طرف کارمندشه یا همکارشه. عبارت بعد I don't follow. I don't follow. زمانی که یه نفر
داره کلی واسه ما توضیح میده اما سر و ته حرفاش مشخص نیست و ما رو گیج میکنه. یه جورایی معادل همون I don't understand هستش. Turn left then go straight then take the second right after the bakery. بپیچ به چپ، مستقیم برو و بعد فرعی دوم سمت راست، بعد از نونوایی برو تو. Sorry, I don't follow. Can you show me on the map? ببخشید، متوجه نشدم. سر از حرفات در نیاوردم. میتونی روی نقشه نشونم بدی؟ Can you show me on the map? عبارت bad. Wear a mask. Wear a mask. یه معنیش که یعنی همون ماسک زدن توی این فیلم به معنی استعاره‌ایش اشاره کرده. دیدید یه آدمایی نقاب میزنن، نقش بازی میکنن، دروغ میگن. فرض کنید یه آدم خالی بند با دوست دخترش، حالا هر کسی که میخوادش، میره یه کافه‌ای همینجوری خالی میبنده. کی به کیه؟ You know, I make a lot of money and I have a big house in New York. میدونی من خیلی پول در میارم و یه خونه بزرگ توی نیویورک دارم. Please stop wearing a mask. Just be honest with me. لطفاً نقش بازی نکن. نقاب نزن. فقط با هم رو راست باش. عبارت bad. Leave nothing out. یه وقتی هست یه نفر داره واسه ما تعریف میکنه. حالا یا تعریفش حس کنجکاوی آدم رو تحریک میکنه یا اینکه اون اطلاعات خیلی واسه کار و بیزینس ما مهمه. Leave nothing out. چیزی رو از قلم بنداز یا ننداز؟ ننداز. Last night at the party I made a new friend. دیشب توی پارتی یه دوست جدید پیدا کردم. این make friends خودش یه اصطلاح جالبه به معنای دوست پیدا کردن. ما توی فارسی میگیم دوست پیدا کردم، اما اگر ما توی انگلیسی بگیم I found a friend یعنی چی؟ یعنی ما یه دوستی داشتیم گم شده حالا پیداش کردیم. اما زمانی که با یه نفر تازه آشنا میشیم در انگلیسی از عبارت make friends استفاده میکنیم. Last night at the party I made a new friend. دیشب توی مهمونی با یه نفر دوست شدم. Really? Tell me everything from the beginning. Leave nothing out. واقعا همه چیز رو از اولش به هم بگو. هیچی رو از قلم ننداز. عبارت bad. Break up with someone. یعنی چی؟ یعنی رابطه عاشقونه‌ای که با یه نفر داشتی رو تموم کنی. Break up with someone. She broke up with her boyfriend last month. اون ماه پیش رابطش رو با دوست پسرش تموم کرد. Breaking up with someone is never easy, even if it's the right decision. تموم کردن با یه نفر، کات کردن یه رابطه هرگز آسون نیست، حتی اگه تصمیم درسته باشه. عبارت bad. Dump someone. Dump someone. یعنی یه نفر رو ول کنی. یه نفری که چی؟ باهاش توی رابطه هم هستی. حالا فرقش با break up چیه؟ ببینید break up with someone یه خورده ملایمتر و یه خورده شبیه آدمی زادتره. میری یه جا میشینی، اونم میاد میگه خب چیکار کنیم؟ تو این مشکل داریم به این دلیل به این دلیل به این دلیل، آقا ما دیگه به درد هم نمیخوریم، تو برو پی کارت منم برم پی کارم. اوکی. اما dump someone اون تموم کردنیه که یه نفر تصمیم میگیره که یه نفر رو دیگه دکش کنه، که معمولا نه توضیحی به طرف میده، نه جواب منطقی براش داره و نه چی، گوشش رو بدهکار حرف طرف مقابل میکنه، طرف رو ول میکنه میره. مثال I can't believe he dumped his girlfriend over a text message. باورم نمیشه که اون از طریق پیام یعنی پیامکی رابطش رو با دوست دخترش تموم کرد. Over a text message یعنی یه پیامی همینجوری نوشت هی ما دیگه به درد هم nemiخوریم. دیگه چی؟ دیگه نه وایساد بینم اون چی میگه، نه وایساد بینم مشکلش چی بوده، رفت یکی دیگه رو پیدا کرد لابد. Never dump someone without explaining why. هرگز کسی رو بدون این که بگی چرا ول نکن. حالا کی گوش میگیره؟ شما گوش میگیرید؟ نه. هر موقع هر کی ناراحتتون کرد یه دامپیش کنید علیارت، برو پی کارت. عبارت بعد. این عبارت رو زیاد توی اخبار و مطبوعات میشنوید. break into the house یعنی چی؟ یعنی به صورت غیر قانونی، یواشکی، دری، پنجره‌ای، چیزی اومد جلو دستت بشکن و وارد خونه
یه نفر شو. جوری که صاحبخونه راضی نیست و غیر قانونیه. بریم سراغ مثال. Thieves broke into the house while the family was on the vacation. دزدا غیر قانونی وارد خونه شدن در حالی که خانواده توی تعطیلات به سر می بردن. به به، اون خانواده‌ای بودن که لب ساحل داشتن آفتاب می گرفتن، مهتاب می گرفتن. همون موقع دزده داشته خونه رو جارو می کرده. مثال بعد. Someone broke into our house last night and stole my laptop and some cash. یه نفر دیشب غیر قانونی دزدکی وارد خونمون شد و لپتاپ منو و یه خورده پول نقد رو با خودش دزدید. بازم عجب آدم پولداری بوده. حالا دزد به خونه ماها بزنه هیچی دستشو نمیگیره. صاف به صاف. همون جوری که اومده همون جور هم میره. باریکلا. عبارت بعد و عبارت آخریمون و دهمیمون drug someone، یعنی یا به یه نفر مواد بدی یا به یه نفر داروی خواب‌آور و بیهوشی بدی که معمولاً به قصد تجاوز یا آسیب زدن به اون طرف اتفاق میفته، یا به قول معروف طرف رو چیز خورش کنی. مثال: He tried to drug someone at the party. اون توی مهمونی تلاش کرد که چی؟ یه نفر رو چیز خورش کنه، یه نفر رو داروی بیهوشی، موادی چیزی بهش بده و از اون حالت طبیعی خارجش کنه. این at the party جالب نیست براتون؟ هرچی گهکاری و کثافتکاری تا توی همین at the party. He drugged someone at the party. I made a new friend at the party. به به، at the party. مثال بعد. He was arrested for trying to drug his roommate to get his laptop. یعنی چی؟ یعنی اون دستگیر شد به خاطر تلاش واسه چیزخور کردن همکلاسیش واسه اینکه لپتاپش رو ازش بگیره. توجه کنید من میگم drug، نمیگم دراگ. drug. دی و آر زمانی که در مجاورت همدیگه قرار میگیرن دی صدای ج میده، مثل drive به معنی رانندگی کردن. نمیگم drive، میگم drive. اینجا هم نگفتم drug، گفتم drug. خب مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. امیدوارم که مطالب این ویدیو براتون مثمر ثمر واقع بشه. مثمر ثمر، امیدوارم به دردتون بخوره دیگه. مثمر ثمر. امیدوارم مطالب این ویدیو به دردتون بخوره و روز به روز سطح زبان انگلیسیتون رو به پیشرفت باشه. سعی میکنم توی یک ویدیوی جداگونه که اگر الان ساخته باشمش لینکش براتون این بالا میاد، نکات تلفظی این سکانس رو هم با همدیگه بررسی کنیم. تا ویدیوی بعد.